بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. أمان الله كميل إلى إيمان الله. أمان الله شفاعة يا رسول الله. أمان الله كميل إلى إيمان الله. أمان الله شفاعة يا رسول الله. تعالوا بنا نستطيع فبابوني قد فتح وداوى الفؤاد الذي بسيفها وقد جرح. أيا مدعي حبنا دع الروح ثم قريح. تعلق بأهل الهدى وقل لي عاد استريح. أمان الله كميل إلى إيمان الله. أمان الله شفاعة يا رسول الله. ولي قلب من حبكم على بابكم بريح. ألا يا نبي الهدى أغث من بذكرك يصيح. ألا يا رسول الكريم عليك از پروردگار خواهان او هستم که خداوند از وجود همه ما بندگانش خواه ذره باشد خواه بیشتر از کبر وجود داشته باشد پروردگار را از وجود ما دور بگردان. ما را از همان بندگانی عادی و خاکسار بگردان. از وجود ما در برابر کبر، حسد و کینه و عداوت را پروردگارا نیست و نابود بگردان. و خدای مهربان به سوی تو دعا میکنیم که موی سفیدهای ما را اگر مبادایی که در راه نادرست باشند، در راه خطا باشند، غلط باشند، خدایا هدایت کننده خودت هستی، برگرداننده از راه بد خودت هستی. خدایا اونها را هدایت بفرما و در برابر موی سفیدها جوانان خدای مهربان توفیق و خداشناسی و خداپرستیشان را باز هم مستحکمتر بگردان. و خدای مهربان هر آنچه که از عبادت میکنیم تا امروز ننازیدیم، تا امروز فقط شکرگزاری میکنیم که ما از بندگانی هستیم که ذات تو را میشناسیم و به قدر همون استطاعتی که داریم عبادت را میکنیم و خواهان او هستیم که خدایا این را از ما قبول بفرما. خدای مهربان گذشتگان پدر و مادر و برادر و اجدادهایی که از این جمعیت ما گذشتند، از جمعیت مسلمین گذشتند، خدایا رحمت و مغفرت بگردانیم. بیماری ها را شفای کامل و مسافرها را خدایا صحت و سلامت و خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، الحال من یک چند سوال هایی که نزد خودم دارم، جواب آنها را برای شما مختصرا میگردانم، به خاطری که خیلی از سوال ها نزد ما زیادی بده است. برادرای عزیز و گرامی، خواهش میکردم که دیگر سوال هاتون ارسال نکنین، زیرا که اونقدر سوالی هست که اگر 10 جمعه دیگر من جواب گویم
تا حال نزد من سوال بیشتر است و خدا خواهد ما از جمعه های آینده یا از یک جمعه بعد موضوع دروغ گفتن در عبادت ما چی خلل دارد، چی ضرر دارد و آدمی دروغگو در پیشگاه پروردگار چه ارزش دارد. آیا دروغ؟ جواب گویید. بخششی زیاد، زیرا جواب این سوال را میخواستم زنان شنوند و برای دیگر زنها هم عبرت شود. راستی بار در خانه‌داری مشکلات دارم. مشکلاتم همین است که هرگاهی که در ما خواهش خانه‌داری پیدا شود ما را زنها قانع نمیگردانند. آیا من میتوانم که با طریق مجبوری خانه‌داری کنم؟ برای من همین گناه نیست یا چیز دیگری؟ من برادر عزیز و گرامی این مسئله را فکر میکنم یک بار دیگر هم جواب گفته بودم، از یادم نرفته باشد که الحال از من دادرها سوال کردن، یک سوالای تعجیلی که در همینجا حضور دارن. اگر انسان با زن حلالی خود وقتی که خواهش خانه‌داری پیدا می شود، اگر زن راضی شود خوش به حالش، اگر زن رد نکند خدا پدر و مادرش رحمت و مغفرت کند. زنی صالحه، زنی پارسا، زنی خداجو، زنی که سعادت دنیا و آخرت برای او اگر لازم و در کار باشد، هرگاهی که میل مرد پیدا شد او دیگر باید که رد نسازد. برعکس خواهرها، مادرای عزیز، این منبر جای نیست که گوییم که این مسئله هایی باشد که گفتن اینها یگان عیب داشته باشد یا گفتن اینها جای بی‌حیایی باشد. نه، زیرا که هر چیزی که در حدیث یادآور شده است با خود حکمت دارد. ببینید من وقتی که درباره حقوق مردها بیان میکردم، بعد آنه که من 4-5 جمعه درباره حقوق زنها صحبت داشتم که زن بالای ما چه حقها دارد، دنبال او من درباره حقوق مردها صحبت میکردم، حدیث های رو میخواندم که اگر مرد خواهش با زن یک جای شدن داشته باشد، اگر چطی که زن بالای شتر یا زن اگر نزد تنور نشسته باشد، باید که خواهش مرد اجرا کند. اگر اجرا میکرد، بشارت پیامبر گرامی در حدیث ها همین بود که تا بروز ملائکه ها در حق این گونه زنها رحمت میفرستند و طلب مغفرت گناه ایشان میکنند. زین خاطر خواهر عزیز و خواهرایی که صدای مرا من بدم میشنوین، اولا رضاگی شوهر برای شما بی‌نهایت در کار و لازم و واجب. شما یقین دانین که اگر پدر و مادر از تو راضی باشد، دادر و خواهر و اولادت از تو راضی باشد و همیشه در حق تو دست بردارن و دعای خیر کنند، ولی شوهر راضی نباشد، بوی جنت به مشامت نمیرسد. اینو فراموش نکن. بزرگترین حق، اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق را خواهرای عزیز بالای شما شوهرهاتون دارد. اگر از طرف پدر و مادر دعای خیر، از جانب شوهر دعای بد، خاتمه تو خدا داناست که خیلی و خیلی تاریک است و خیلی خیلی ناراحت کننده برای توست. برای همین بازم آنکه باید که شما خواهش مرد اجرا کنین، دیگر این که شما قرضدار هستین در این مسئله که باید قرض مردها را ادا کنین. اگر یک انسان قرضدار باشد، آیا قرض او را گرداندن در گردنش واجب است؟ در گردنش ضرور است؟ در مسئله خانه‌داری هم
زنها از مردها قرض دارند. همچون یک انسان قرضدار تا زمانی که شوهر همراه تو حیات است. خدا رحمت کند زنهای دوره اصحاب پیامبر را که شوهر ناخواسته، شوهر میل ناداشته، شوهر اشاره ناکرده خداها پیشنهاد میکردن، خداشان پیشنهاد میکردن. برای همین دادر عزیز اگر با شرطی که صحبت ما را رسانی و این خواهر ما مبادایی که این رفتار خود تغییر داد بسیار خوب، ولی اگر رفتار تغییر نداد شما حق مجبور خانه‌دار شوی دارید. شما میتونید با طریق مجبور با اونها چی خانه‌داری کنید. ولی حتی در کتاب ها هم خبرش آمده است که وقتی که زن راضی باشد، شوهر راضی باشد، شوهرم راضی، زنم راضی، هر دو میل دارن، خواهش دارن، وقتی که یک جایه میشوند از اونا با فرزند صالح و فرزند خوب به دنیا می آید. فرزند حتی که به نقص و به کمبود به دنیا می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. السلام علیکم داملای شان حاجی مرزا. ما عاشقان عالمان علم و عاشقان مدرسه محمدی دعا کنید که خداوند به مقصد و آرزوهای نیکمان برساند. در حق ما خواهران اسلامی مسچا و در حق پدر، مادر، برادران، خواهران استادانمان دعا بکنید. ما طالب علم دعا کنید تا الله به ما و به همه علم با عمل نصیب بگرداند. التماس التماس التماس. با شما سوال دارم. کودک مسلمان نابالغ وفات کند، مسلمان باشد، ولی کودک کافر نابالغ باشد وفات کند، حالش چی می شود؟ البته چگونه ای که فرزندای نابالغی که از ما و شما میگذرد، مردم مسلمان مؤمن، همه اینها دستیار و شفاعت کننده برای پدر